این حرکت میتونه یه هسته عضلانی فولادی برات بسازه که توی هر حرکت قدرتی کمکت میکنه. از اسکوات گرفته تا ددلیفت و حتی بارفیکس. اما اگه یکی از این 10 اشتباه رایج رو مرتکب شی، پلانک از یه تمرین فوق‌العاده برای عضلات شکم تبدیل میشه به یه حرکت بیفایده. دستا رو روی هم گذاشتن ممکنه راحت تر باشه، ولی باعث میشه شونه‌هات خم بشن و تنش عضلات شکم از بین بره. در عوض ساعدا رو صاف روی زمین بذار، کف دستا محکم به زمین و بدن رو سفت نگه دار. وقتی سرت رو بالا میگیری، ستون فقراتت از حالت طبیعی در میاد. درگیری شکم کم میشه و احتمال گرفتگی گردن بالا میره. به جاش سرت رو در امتداد بدنت نگه دار. چشمها به زمین. وقتی کمرت گود میشه، شکمت از مدار خارج میشه و فشار میره روی کمرت. به نظر آسون‌تر میاد ولی کاملاً بیفایده است. اگه باسنت رو تا سقف بالا میدی، عضلات شکم عملاً بیکار میشن و شونه‌ها دارن همه کار انجام میدن. هیچ فشاری روی شکم نیست. در نتیجه هیچ پیشرفتی هم نداری. وقتی شونه‌هات ول میشن، تنش و پایداری از بین میره. به جاش زمین و محکم به پایین فشار بده تا تیغه‌های شونه کمی از هم جدا بشن و پوشتت کمی گرد شه. اگه موقع پلانک شونه‌ها چسبیده به گوشت هستن، داری اشتباه می‌کنی. اینجوری فشار میره روی عضلات زوزنقه‌ای و کار برای شکم راحت‌تر ولی بی‌اثرتر میشه. وقتی پاها خم بشن پلانکت نصف نیمه میشه. نصف تلاش، نصف نتیجه. با خم شدن زانو هم کمرت و هم شونه‌هات شل میشن. پلانک یه حرکت تمام بدنه است، نه یه حرکت نیمه خوابالود.